پیام جهان مهرآفرین به مردم گرامی و دولت ارجمند تاجیکستان پیرامون گزند ویروس کرونا کووید 19. تاجیک بانوان و تاجیک مردان، دولت مردان تاجیکستان سپند، با گرامش و احترام به شما همزبانان و همزادان، من مهریار مهرآفرین در جایگاه فرزند مام اسپانتای میهن این افتخار را داشتم که نزدیک به 40 سال در راستای سرفرازی سرزمین ورجاوند تاجیکستان بدون کمترین چشم داشتی کلک فرسایی کنم. امروز نیز با اندوه پنهان مردم تاجیکستان ورجاوند نیز انباز و شریکم. از این رو مواداست به چند نکته مهند و پر اهمیت پیرامون بود و نبود ویروس کرونا در تاجیکستان بپردازم. هیولای جانگسل کرونا از چند ماه پیش از کشور چین ناجوان مردان کشتار خود را آغاز کرده است. این هیولا با نام ویروس کرونای چینی بیشترین کشورهای جهان را آلوده نموده است. بیشینه کشورهای جهان را در مرگ شهروندان سیاه‌پوش کرده است. برابر آمار بهداشت جهانی تا به امروز نزدیک به 210 کشور در سراسر جهان آلوده این گزند انسانساز شده اند. این ویروس دست ساز نزدیک به 2,079,000 تن در جهان به ویروس چینی مبتلا اند. شوربختانه تاکنون نزدیک به 196,000 تن قربانی شدند و خوشبختانه نزدیک به 781,000 تن بهبودی خود را به دست آوردند. آنچه که برای هر خردگرایی پرسش برانگیز است این است که چرا بیماری با ویژگی کرونا مظنون به بیماری شش در روزهای گذشته چند شهروند تاجیکستان را به کام مرگ کشانده است، ولی وزارت بهداری کشور تاکنون این بیماری را شناسایی نکرده. این روزها همه جا سخن بر سر این است آیا تاجیکستان به شمار کشورهای آلوده به ویروس کرونا پیوسته است یا نه. گمانه‌هایی از گوراندن قربانیان بر سر زبان رسانه‌های دوست و دشمن تاجیکستان است که شبهه برانگیز است و برای مهرآفرینان بسیار اندوهبار. مردم بیپناه تاجیکستان از بیماری کشنده شبیه به کرونا در تاجیکستان سخت در هراسند، اما در شگفتم چرا هنوز هیچ دولت مردی یا مسئولی علت مرگ و نوع بیماری ششی و تنفسی را مشخص نکرده. آیا کشور تاجیکستان تافته جدا بافته از دیگر کشورهای مبتلا به کرونا ویروس است؟ چگونه است که همسایگان تاجیکستان به ویژه روسیه و پدر این ویروس یعنی کشور چین که همسایگان نزدیک تاجیکستان به شمار می‌روند خود آلوده ویروس کرونا هستند، اما این ویروس معجزه آسا تاجیکستان را دور زده است و از مرز این کشور تازه استقلال یافته نگذشته است. آیا نداشتن امکانات و تجهیزات کافی پزشکی باعث کتمان این بیماری در تاجیکستان است؟ آیا به خاطر حفظ روی مردم دولت از افشای حقیقت سرباز میزند؟ و چندین آیا و اگرهای دیگر که شوربختانه بی پاسخ ماندن این پرسش ها پایان و عواقب ناخوشایندی را برای دولت و مردم تاجیکستان به همراه دارد. امیدوارم که همه گمانها و گمانه‌ها از آمدن ویروس به تاجیکستان عزیز ما نادرست باشد، ولی فراموش نکنیم اگر تنها درصد ناچیزی درست باشد که کرونا ویروس در تاجیکستان هست و ویروس چینی در خاک تاجیکستان فرود آمده است و ما آن را کتمان کنیم، آیا می دانید پنهان و کتمان کردن این خبر چه اندازه دهشتزا و مرگبار است؟ ویروس کرونا که حس آزمندی و سودجویی مشتی زر و زور پرست را در قفا دارد از چه طریقی وارد حریم زندگی و جان و پیکر و تن و روان مردم می شود؟ بیگمان همه می دانید این دشمن مردمی شکل و شمایل خاصی ندارد، فضا اشغال نمی کند، از بمب و تفنگ و موشک و خمپاره استفاده نمی کند، ولی با آسانی از طریق دید و بازدید و تماس با عزیزان شما به حریم جانها وارد می شود و جانگسلی می کند. کرونا از طریق پدر و مادر، خواهر و برادر، کیلین و داماد و صمیمی ترین دوستان و خویشاوندان به جان شما سرایت می کند. این یعنی اوج فاجعه، یعنی بی‌دفاعی مردم در برابر دشمنی که در نهان و در رگ و خون و
جان خیشان شما سرایت کرده است و بیگمان شما را نیز مبتلا می کند. اهرمن کرونا در خانه شما را نمی‌شکند تا وارد حریم خانه شما شود. در و پیکر و شیشه ماشین شما را ویران نمی کند تا وارد خودرو شما شود. دیوار حولی شما را نابود نمی کند که به اتاق خواب و مهمان خانه شما براید، بلکه از طریق نزدیکان شما به جان شما گزند میرساند. اهرمن کرونا شوربختانه چهره شبیه به پدر، مادر، خواهر، برادر، خاله و عمه و دایی، عمو، چهره مانند استادان و دانش آموزان و فروشندگان و رانندگان و دیگر هموندان و یاران شما دارد. تشخیص این دیو خوناشام آسان نیست. کرونا از ابراز احساساتی مانند دست دادن، روبوسی، آغوش کشیدن دلبندان و بستگان شما به جان شما سرایت می کند. پس چه باید کرد؟ جهان مهرآفرین مهرمندانه از پیشوای ارجمند ملت و سرور دولت و دولتمردان تاجیکستان خواهشمند قرنطینه بیچون و چرای کشور است، حتی اگر تاکنون پای ویروس کرونا به تاجیکستان باز نشده باشد، چون قرنطینه یعنی دوری از نزدیکان، همان نزدیکانی که هر کدام احتمال دارد ناقل و دهنده کسل ششی یا ویروس کرونا باشند. به ویژه دانش آموزان بیشترین کسانی هستند که در تیررس دشمن بیرحم کرونا هستند. ما باید بپذیریم مردم نجیب تاجیکستان به مانند دیگر مردم جهان در بند این دیو نادیدنی یعنی ویروس کرونا روزهای سختی را می‌گذرانند. چه فرزندان مهنتی که در پشت مرزهای بسته برزخ زندگی را تجربه می‌کند و چه دیگر شهروندانی که در برزخ امید و بیم چشم دوخته‌اند به پگاه رهایش. ما باید بپذیریم مردم روزهای پر از بیم و امیدی را سپری می‌کنند. بیم از گزند اهرمن و هیولای کشنده کرونا که 90% از کشورهای جهان زهر این تجربه تلخ و غمبار را چشیدند و امید به سخنان انرژی بخش دولت تاجیکستان که مدعی است تا کنون در تاجیکستان یک تن هم آلوده به ویروس کرونا دیده نشده است. حال اگر تاجیکستان خود را با 210 کشور مبتلا به کرونا ویروس یکی بداند و همان گونه که شادی نوروزانه را با دیگر مردم جهان تقسیم می کند، اندوه و گرفتاری زمان را نیز تقسیم کند، چه پیش می آید؟ بیگمان چنانچه دولت تاجیکستان پذیرای احتمال ورود کرونا ویروس در کشور تاجیکستان باشد، با بهره‌گیری از روند جهانی مبارزه با این بیماری و دریافت کمک‌های جهانی برای حمایت از بیماران مبتلا زمینه‌ای فراهم می شود که مردم و میهن کمتر آسیب ببینند و چه بسا که دیگر آسیب نبینند. اگر چنین اقدام مردم دوستانه و میهن پرستانه انجام گیرد، بیگمان دولت تاجیکستان در پیشگاه فردای روشن سرفراز و تاجیکانه میماند. با امید ریشه‌کن شدن این بیماری از زمین مهرآفرین و کوتاه شدن دامن آز و نیاز خودخواهان، زرندوزان و سودجویان. مهماندتان مهریار مهرآفرین، بنیادگر جهان مهرآفرین، امریکا، 5 اردیبهشت 8579 کیانی برابر با 24 اپریل 2020 ترسایی.